به سلسله روایت های برنامه نن او پرون یا دیروز و امروز این بار پرداخته ایم به یکی از پرماجراترین و پرحاشیه‌ترین ساحه شهر کابل که در چند دهه گذشته این ساحه تحت شعاع یا سایه جرایم چون خرید و فروش مواد مخدر، مرکز تجمع معتادان، قتل، دزدی، ناامنی و فساد قرار داشت. این پدیده های زشت و ناپسند حتی به هویت اهالی شریف و متدین که در این ساحه زندگی می کردند آسیب های جدی رسانیده بود. اما از زمانی که خورشید استقلال و آفتاب آزادی بر این سرزمین تابید، آهسته آهسته در طول چند مدت زمان سایه های ظلمت و تاریکی از این منطقه قدم به قدم برچیده شد و این ساحه ناامن و پرحاشیه مبدل به یک ساحه امن و زیبا گردید که گذشته از فضای امن، آبادی و ترقی روزمره را نیز شاهد است. امروز دیگر در این ساحه سیل معتادان وجود ندارد، باندهای مافیایی جرایم جنایی برچیده شده و اقوام مختلف و گوناگون که در این منطقه زندگی دارند برادروار با صمیمیت کنار هم زندگی می کنند. آره بیننده های عزیز، ما این بار به ساحه حوزه ششم امنیتی شهر کابل آمده ایم تا روایتی از اینجا داشته باشیم. برای تمام مردم بسیار با مثل آینه وار روشن است. زمان جمهوریت و زمان حکومت امارت اسلامی در او وقت ما شاهد قضایای زیاد بودیم. از جمله با یک تلفن مردم ها به قتل رسیدن و 5000 10,000 افغانی مردم ها جانهای شیرین خود از دست دادن. باندهای مافیا که مثلا متشکل از 20 نفر و 30 نفر و تا 50 نفر بودن فعالیت داشتن. نگه مردم خیلی از امنیت رنج می برد. کسی در قسمت جبارخان در زمان جمهوریت خیلی مردم کوچه های خودش همانا پایره داشتن روی نوبتی. اما الحمدلله بعد از اینکه حکومت امارت اسلامی افغانستان آمده، باندهای مافیا کسایی بودن که یک تعدادشان دستگیر شدن، یک تعدادشان آواره شدن، فراری شدن، چون زمینی فعالیتی که اونا در زمان جمهوریت داشت او زمینه برشان مساعد نیست فعلا. حالا ما دلجم میتونیم در مراسم خود شرکت کنیم به خاطر که امنیت است. عزاداری داشتیم که یک تایم سخنرانی بود در تمام مساجد اهل تشیع در غرب کابل که از ساعت 1 الی 4 برنامه سخنرانی بودن. اینا از قماندانی، از حوزه های که مربوطه بودن، از استخبارات، اینا هماهنگی داشتن به خاطر تامین امنیت. اینا اونجا حضور داشتن. ما با کمال امنیت با دل جمع مراسم خود شروع میکنیم تا 4 بجه بعد از ظهر. بعد از ظهر از ساعت 8 شب تا 10 تا 11 شب مراسم غزنی و علمکشی و نواخوانی ها بود که ما برگزار میکردیم. به خاطر ای که ما ارگانهای امنیتی در اینجا داخل بودن، گاردای مساجدی که خود ما در مساجد داریم، از استخبارات آمده بودن، از کمیسیون که بیشترش خدمت شما عرض کردم، از او جمعی آمدن به خاطر تامین امنیت. ما با یک دل جمع با یک فکر آرام در مراسم خود رسیدگی میکردیم، در عزاداری خود رسیدگی میکردیم. الحمدلله کدام مشکل نداشتیم. از زمان جمهوریت اینمی منطقه اونمو کوچه پایین تر اینا علنا مردم لج میکردن. الان در روز روشنم حال فعلا فضل خدا کاش یافته. هر روز نیروهای امنیتی گشت می اینجا مردم از مردم سر میزنه، در مساجد می با مردم مصاحبه میکنه، با مردم میشنه، با مردم صحبت میکنه، مردم امیدوار میکنه به زندگی. آره، در نظام اشغالی هموطنان ما از شر و آسیب دشمنان وطن و ملت در امن نبودند. چی بسا که در ساحات غریب و فقیر نشین کاسلیسان و افراد ولگرد با استفاده از زر و زور باداران فاسدشان امنیت و آسایش مردم شریف و فقیر را برهم زده بودند.
قبلا در دوره جمهوریت اینجا بعض گروه ها ایجاد شده بود. یک گروه بسیار مشهورشون که تمام این اهالی منطقه از اونا آگاهی داره، گروه 40 نفره میگفتن. اونا 40 نفر الی 50 نفر گروهشون بود و روزانه قسمت های سرای پلوان، سرای زمین ها میشتن و مردم هم حضیت میشد از اونا. و اینا که میشتن سیاست مردم تیر شده نمیتونست دیگه نمیتونست. روز مردم سیاست طبقه و ناس در اذیت بود و شب که میشد کوچه در کوچه اینا تقسیم میشدن، 5 نفر در کوچه، 10 نفر در کوچه راهگیری میکردن دیگه. و نه مردم از اینا روز داشت نه شبشون شب بود. و دوم دیگه بعد از می 7 شام 8 شام دیگه کس جرأت از این نداشت که برای در کوچه برای یا برای تا بازار برای تا دکان برای دیگه. خیلی مشکلات قبلا در دوره قبلی خیلی زیاد بود و از روزی که حکومت امارات اسلامی آمده دیگه او گروه ها تمامش پراگنده شد، کسایش دستگیر شد، کسایش بندی شد، کسایشون امروز دیگه ما اونا رو نمیبینیم. قبل اینجا مردم ها میشتن چرس میزدن، مواد مخدر استفاده میکردن. اما از روزی که حکومت امارات اسلامی ایجاد شد و آمد دیگه اونو مردم ها تمامش پراگنده شد. امروز یک جنون ما نمیبینیم اینجا. قتل، دزدی، رهزنی و فساد به حد عام بود در این ساحه که حتی در روز روشن مردم در امن نبودند. مردم ها را اخطار میدادن، برای مردم آوار روی میکردن که نقد $10,000 $20,000 برای ما بتی. اگر نمیداد باور بکن که چند دفعه در قلعه لب استرک چاقلا در روز روشن آمدن فایر کردن، در شیشهایش شکستاندن که چرا پیسه رو ندادی و مجبور مردم یک تعداد خیلی مجبور شد پیسه ها رو برشان دادن. خیلی باندای بود. باز حتی آدم چند نفر اینجا کشته شد. در اینطور نفرایی که گیر می آمد میرفتی که بیادر یک کسی از تست راپور دادن نمیتونست، به خاطر که اگر راپور میداد از او پس یا امو عوضه پس به مو جانب مقابلش اول میداد که از طرف فلانی بر راپور داده شده، یا پیسه میگرفتن پس امی آدم اعلام میشد. فالخدا خیلی تفاوت کرده. امنیت است فعلا در کل منطقه امنیت است. تو باور بکن شب اگر میگردی اگر روز میگردی هیچ گپی نیست، آرام دارمی است. کل مردم خوش است که از طریق امنیت خیلی مردم آسوده و خوشحال است. چون ساحه پل سوخته که قبلا مرکز تجمع معتادین بود در قلمرو این حوزه قرار دارد، بیشتر چنین میپندارند که تنها با چیدن آن ساحه حوزه ششم مکمل به صفایی و امنیت کامل رسید. ولی در ساحه این حوزه گذشته از پل سوخته خیلی مجرمین متکرر و سارقین وجود داشت که بالاثر سعی و تلاش مجاهدین و مسئولین حوزه ششم امنیتی بازداشت و به سزای اعمال خود رسیدند. درې کالو په جریان کې خو ډېرې قضیې ډېرې پیښې شوي دي چې د هغو اکثرو مونږ شاهد یو. داسې غټ غټ بانډان دلته موجود وو، هغه د غلو د مواد مخدر چې الحمدلله په ټول دغه درو کالو کې د هغو اکثرو بانډونو د منځه د تلو مونږ شاهد یو. چې یوه د پل سوخته ساحه وه، د پل سوخته د پل خوا چې دلته به تقریبا د 3,000 د 1,500 2,000 په تعداد معتدین وو. قسمه جرمونه به یې کول. الحمدلله د امارت په زیار او کوشش سره هغه مخه ونیولی شوه. ټول معتدین یو ډول شول د علاج دپاره په د هغو هغه ستونزې په حل کېدو دي او شکر د حل شوي دي. او همداسې نور غله د ټلیفون د لارې موږ نیولي دي او نیسو یې. او الحمدلله خلک د موږ سره همکار دي، د علاقې د حوزې خلک موږ سره پوره همکاري لري. نو د خلکو کمک او خپل زیار د دې سبب شوی ده چې موږ د ډېرو غلاګانو مخه نیولې. دوران جمهوریت متاسفانه ما شبها ساعت 7 به او طرف هیچ وقت ما گذر نمیتونستیم. یک خاطره تلخ داریم که ما یک شب قومای خود دعوت کرده بودیم. برادر از ما در پیش دروازه ما در فاصله 10 متری متاسفانه توسط دزدا یعنی چپاول شد، تمام وسایلش گرفته شد. متاسفانه اون شب تمام مسائل ما حداقل هم خوشی که ما داشتیم و خوشی ما را به هم زد. ولی چیزی که مثال میگم در دوران جمهوریت بود که وقتی دوز اگر ما راپور میدادیم به جای از اینکه دوز بخوای بگیرم زیادترش ما را خود ما را زیادتر بیشتر تحت تعقیب قرار میدادن. نظام امارت اسلامی افغانستان من حیث یک نظام مردمی و ملی هیچ فاصله را میان ملت و دولت باقی نگذاشته است، بلکه من حیث فرزندان راستین این ملت
به شکل شبانه روزی در خدمت ملت و مردم می باشند. وجود افراد ولگرد و اوباش نسبت به بسیاری پدیده های منفی دیگر برای افراد عام و اهالی یک منطقه می تواند خطرناک و آزاردهنده باشد، چون باعث اذیت خانواده ها، جامعه، متعلمین و باشندگان می شود. زموږ سپارښتنه د ولسي خلکو ته دا ده چې الحمدلله دا یو شرعي نظام دی، دا د افغانستان د بچیانو حکومت دی، دا د دغه ولس د خلکو د ولسي خلکو د بچیانو حکومت دی، دا داسې یو دغه حکومت نه دی، الحمدلله شرعي نظام دی. نو موږ د دې یوه غوښتنه کوو چې دوی زموږ سره یو موټی سي، زموږ سره یووالی وکړي، زموږ سره متحد اوسي. نو د شریعت په نگاه کې چې هر مشکل د شریعت د نگاه څخه مثال خلاف کاری هغه موږ رسیدګي ورته کوو، باید دوی موږ هر وخت په جریان کې واچي، موږ سره هماهنګي د شپې او د ورځې ولري، چې هر مشکل په ساحه کې پیښیږي یا هر مشکل په ساحه کې ایجادیږي د ولسي خلکو ته باید دوی موږ ته په ور خبره کړي، موږ دوی همکار اوسو او دوی موږ همکار اوسي. صرف موږ د دوی همکاري دا یووالی او یو مشوره کول یا هماهنګي کول دا موږ ته یو غټه لاسته راوړنه ده، او په هر کار کې چې دوی موږ سره مشوره وکړي او په هر کار کې دوی موږ سره هماهنګي وسي، انشاءالله بیا څه مشکل شته هم نه، چې موږ دوی یوه خبره یو متحد واوسو، انشاءالله هیڅ مشکل نه ایجادیږي، نه به دوی خوا څخه کوم مشکل پیښ شي. از این رو مجاهدین امنیتی کابل سخت در تلاشند تا فضای سالم و مثبت اجتماعی را برای اهالی و مردم شریف این منطقه فراهم نمایند تا همگی در پرتو نظام امارت اسلامی افغانستان با احساس آرامش و امنیت کامل زندگی نموده و کشور مسیر ترقی و تمدن خیش را بپیماید.